آینی‌حال بابانظر و نامزد مخالفان دولت به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان از شرکت در انتخابات دست کشید. حقوقدانی شناخته گفت می‌دانست که حضور در کارزار انتخاباتی سخت است، اما فکر نمی‌کرد که به این حد در کار آنها مانع ایجاد می‌کنند. در حقیقت این حکومت از رقیب می‌ترسید است. با گفته کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان، آینی‌حال بابانظر و نتوانسته است 210,000 امضای لازم برای ثبت نام را جمع آورد. آینی‌حال بابانظر و را احزاب و گروه‌های مخالف دولت به خصوص حزب نهضت اسلامی پیشبری کرده بودند. همین گونه در انتخابات روز 6 نوامبر 6 نفر به شمول امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت خواهند کرد. مقامات تاجیکستان میگویند وضع آنهایی که در صدمه قطار در ازبکستان زخمی شدند وزنی نیست. روز 10 اکتبر در صدمه قطار دوشنبه کانیبادام 12 نفر و اکثرا سربازان جراحت برداشتند و همه آنها را همان شب به تاجیکستان آوردند. مقامات رسمی گفتند که قطار مذکور با گناه ازبکستان به صدمه دچار شده است. به قول آنها با وجود تعمیر در راه آهن در ولایت جیزخ، مقامات ازبکستان راننده قطار را از خطرناک بودن سرعت بلند در این قطعه آگاه نکردند. سرعت بلند در این قطعه نامستحکم سبب از راه خارج شدن قطار شده است. وزارت امور داخلی میگوید گناهکار صدمه نقلیاتی مرگبار در مرکز شهر دوشنبه فرزند نابالغ یک مقام بلندپایه تاجیکستان بوده است. دفتر مطبوعات وزارت گفت صدمه نقلیاتی که 3 جوان را کشته بر جای گذاشت با عیب رسول امان الله، پسر 16 ساله امان الله حکومت الله، رئیس شرکت دولتی راه آهن تاجیکستان به وقوع پیوسته است. بر طبق اطلاع رسمی، راننده نابالغ با سرعت بلند در یک خیابان مرکزی دوشنبه حرکت کرده و به ماشین مقابل برخورده است. خود رسول امان الله آسیب زیاد ندیده است و او قبلا در صفحه‌اش در اینستاگرام خودستایی هم کرده است که با ماشین گران قیمت BMW تا 300 کیلومتر در ساعت هم حرکت کرده بود. نمایندگان جامعه مدنی در تاجیکستان در یک نشست در دوشنبه آدابنامه شهروند الکترونی را قبول کردند که معیارهای رفتار در جهان مجازی و یا اینترنت را معین می‌کند. اوج گرفتن تحقیر و دشنام و بی‌احترامی در اینترنت و به خصوص در شبکه‌های اجتماعی کارشناسان تاجیک را وادار کرد یک چنین آدابنامه تهیه کنند. در این آدابنامه که بررسیش چند ماه ادامه داشت آمده است ضمن کار و معاشرت در جهان مجازی گفتار نیک، پندار نیک و رفتار نیک حتمی است. در تاجیکستان روز 10 اکتبر به خاطر تشویق و ترغیب فلک، یک ژانر موسیقی مردمی، محفل‌های فرهنگی صورت گرفت. حکومت تاجیکستان برای احیای این صنعت سنتی روز 10 اکتبر را در کشور روز فلک اعلام کرده است و در این روز اکثرا محفل‌های فلک سرایی در پایتخت و دیگر گوشه‌های کشور صورت می‌گیرد. ما وظیفه زیاد پیش خود گرفتیم که باید بهترین سرودها را روی نوار بیاریم، بهترین سرودها را روی ثبت آواز بیاریم. با گفته فولکلورشناسان تاجیک، فلک یک نوع زیبای موسیقی سنتی است و تاجیکستان را میباید برای وارد کردن آن به فهرست میراث جهانی فرهنگی تلاش کند. و اخباری از این هم بیشتر با گزارش‌های تحلیلی و عکس و ویدیو در تارنامه رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی به مثل فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم در زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراهی شما.